اومدین به چنل من. این سری شینا و پریا رو داریم. شینا خانم افتخار دادن از غرب تا شرق اومده بعد مدت‌ها. بچه‌ها یه بازی خیلی جنجالی داریم که احتمال داره اینجا دستم ناراحت شید. قهر کنیم پاشیم بریم. ولی امیدوارم که جنبه‌هاتون بالا باشه. به نظرتون که اول ناراحت میشه؟ یعنی بهش برمیخوره؟ من شاید. منم این شاید پریا. من یکم یه ذره چوسه. یه ذره بی‌جنبه. بازی این قراره که اسم بازی چی فکر کردیه؟ نزدیک 140 تا سوال داره و ما به تعدادی که هستیم الان 3 نفریم، یعنی 3 تا عدد داریم. این 3 تا خانم حضرت رژیم. این 3 تا عددا چیز میشه دیگه، شماره های ما. خب سوالا رو گذاشتم رو میز براتون، عددا هم بیاین بهتون بگیم چه جوریه. من شماره 1م، تینا شماره 2 و پریا شماره 3. من خب نمیتونم به خودم رأی بدم تو جواب این سوالا. 2 3 من عدد تینا و پریا رو دارم. من 1 و 3. هر کی تک بیاره با بیارید دیگه. هر کی تک بیاره کی شروع میکنه؟ اون شروع میکنه. احمد من دیگه بیا. کی شروع؟ خب اینو قدرت تکلم هم بذارم. اگه کاری کنی حتما تلافی میکنم. کاش معلوم باشه. درست دادم؟ تینا چینا. آقا من میگم من خودم رای بدم، من کارت خودم رو نداشتم. آقا من کار بد تلافی میکنم. کار خوبم تلافی میکنی اینجوری هم کار خوب دیدی خودش به بد فکر کرد. اصلا ما بحثمون بدی خوبی بود. من تلافی میکنم. کینه نیستم، ولی اگه اولش خیلی داغ باشم اون لحظه کاریو بکنم میکنم، نکنم دیگه بیخیال میشم. خیلی کتک کاری میکرد. دختر رفته تو مخش زدتش. وای خود به سرم دروغ میگه. تو گوش ندیدم. بگم چیکار کردی؟ سلاح گرم و سرد. یه دقیقه دیگه با یکی بحثت میشه. اون کیه؟ من خودم اینو میدونم. بایسته جفتشون. من پریم. من اول تینا بعد گفتم جفتشون. ما خیلی من یه چیزی بگم. ببین من چرا گفتم پریا؟ به خاطر اینکه پریا خیلی حرف خودشو میزنه، بعد اصلا به حرف من گوش نمیده، لجمو در میاره از همه لحاظا، چه همون دوست پسر اکبری که داره، چه از اینجا رو کات کنم. نه خیلی من بذار خیلی دوست پسر اکبریه. توی همه چی من با پریا مشکل دارم. من چه میشه اینا رو ادیتور همه رو بذار، مردم من بدونن با چه آدمی دارن. ادیتور نکن. بی تربیت. کی نمیشه باهاش شوخی کرد؟ نمیشه باهاش شوخی کرد؟ من انتخابی جز خودم ندارم. آخه با منم میشه شوخی کرد. باز برای با من خیلی سخت‌تر میشه شوخی کرد تا شما. نه من خودم زودتر گردن گرفتم. خواستم خودم رای بدم. نه به نظر من اینه. منم به نظرم اینه. چطوری؟ نمیدونم. به نظر من شینا. بچه ها فوشو حالا نمیتونم بگم چون مامانم ویدیو رو ببینه ولی خیلی با دوستم داره. نه آره علاوه فوشی و نه علاوه دیگه یه سری چیزا محدودتر شوخی کردم. 100% پارتنر هر کسی هست. نه کلا من که با اون شوخی میکنم. رفتم بلوند عقدی کردم. من که با پارتنر شوخی میکنم. مثلا مهم نیست ناراحت میشه نمیشه. من شوخیمو میکنم. داده یه معجون داری که تا 1 ساعت هر سوالی کنی ازش راست میگه. معجونو به کی میدی؟ وای معلومه. تینا جوابو من به خودم جواب میدم. ما همه چی طور میدیم. تو مثلا نمیخوام معجون بدیم. دم باز کنم تو میدی. آره من خودم میخوام خودم رای بدم. نمیشه. ندی تو راجع به ما به کی معجون بدم؟ اکی بده ما بخوریم بره بابا. بده شینا بخوره. آره این دروغ هم زیاد میگه. این به خاطر اینکه پارتنر یکیشو خراب نکنه دروغ زیاد میگه. مثلا کاری که اون میکنه رو نمیگه. سمیاد به نفع خودش میگه. تو چی میخوای من بدونی که آخه من نمیدونم اینا یه روزی هم ازدواج بخواید بکنن اصلا چه با هم بمونن چه با هم نمونن که به زودی ان شاء الله کات کنن. من امیدوارم این ویدیو رو ببینی. نه با چیز امیدوارم که این ویدیو رو ببینی. من خیلی ازت بدم میاد.
جدی میگم. یعنی تو جون مادر جایی که راجع دوست دارم چنل منه میذاری همه تینا پول میده، پریام پول میده. من خدا را چنل پول نمیده. پول میدم. 2 تا سواله میخوام جفتشو بخونم ولی این 2 تاست چون جواب اولیو میدونم میگم شما سریعا با دست اشاره کنین تا سوالو بپرسم. اوکی؟ اگه بخواین یه برنامه توپ بکنین کی انتخاب میکنه که برنامه شو بچینم؟ من دست و بالم باز نیست، یعنی چون میدونم به مشکل خدا نکرده میخوام نمیتونم خیلی از خاطره ها رو از تینا تعریف کنم وگرنه آره خودتون تهش بگید. اونی که فکر میکنن دختر خوبیه ولی همه چیز دوست داره. شمال شرق و غرب و مرکز. آره بابا اصلا هیچ جایی نیست که برنامه دختره خوشگل هر جای خواستید برید من هست. بلازی شروع که تبلیغ کار چی بود اینجا آقا نه من منظورم برنامه مهمونی بود. دایرکت بدید اوکی الان یه سوال میگم همتون چیز شید. الان باید عذر کیو بخواین که از جمع بره؟ کیو انتخاب میکنین که بره؟ اگه یکی رو بخواین حذف کنین اون کیه؟ من هیچ تو چقدر سخته. چطور اونو دوتایی جواب دادم جفتشو مدتی هست که میخوای یه چیزی بهش بگی ولی فرصتش پیش نیومده. ای خدا ای خدا بچه من همه چی گفتم. آره من اگه بخوام بگم یادم رفته تعریف کنم خب شینا. آره خیلی چیزا رو هم نه خیلی غیبتی یعنی من آره تو رو که میدونستم یادم رفته یه چیزی باید بگم بعد ویدیو برات تعریف میکنم. بیا خب همش جوابش توی زندگی که اگه فیلم میشد بیشتری سانسور رو داشت چیکار کنم؟ بچه من میشیدم اینا منو تحقیق کنم. بفرمایید دشمناتون رو اگه نزدیک خودتون نگه دارین بهتره. کی از همه جذاب‌تره؟ تینا بیا خب اونم گفتیم بشوره ببره دیگه نگو دارم واسهتون بعد ویدیو. حاضری پیاده بری اما سوار ماشینش نشی؟ جفتشون خدای رانندگیشون خوبه. خب منم فقط مجبورم تو رو بگم چون رانندگی پریار ندیدم نمیشه. کلا کمتر از بقیه تو همه چی رعایت میکنه و کلا اینکه تینا بچه‌ها اصلا رانندگی نمیکنه، همیشه ماشینش در اختیار ما هست که رانندگی بلدیم. مثل پرنسسا نشینه بغل ما رانندگی میکنیم میریم. یه تایمی که اصلا که ماشینش داد به من خودش رفت همون جایی که گفتم یه 5 دقیقه پیش ماشینش دست من رفتم خونم اینو و رفتم افتر دنبالش. نه من رو بگین جرزون میدم بعد بگید من بیچارم. باشه جوابش تینا اسم میکنم، یعنی از نظر من که آره همه ما بازیگرای فیلمی هستیم که اون کارگردانش. داخل قبلی آدم خوره گیر افتادین و قراره همه تون رو بخورن. کیو نمیخورن؟ کیو نمیخورن؟ کی گوش تلخه یعنی؟ گوش تلخ نیست استخونی تره. برو 1 2 3 منو نشون دادی بی شرف. ببینم این من ببینیم چی بود. میدونی چرا تو من هوا کرد اینو بگی ناراحت میشم الکی. عزیزم معلومه انقدر محو زیبایی میشدن منو نمیخوردن. آره من به خاطر ما رو میخوردن گوشی تر بودنش گفتم. نه راست میگی. خدا رو شکر نیست که لاغرم اینقدر حرسشو در آوردیم داره هممونه دیستی کنم. راحت‌تر از بقیه میتونه تو سیرک استخدام شه. تو سیرک؟ نه اینو دارم برمیدارم. جوابا رو نشون بدیم؟ نه اینکه یارو دلقک باشه یا مثلا فلان باشه بامزه تر از ماه. نه بچه یعنی الان یعنی چی؟ تو با نمک تو بامزه دیگه. بامزه‌ای مزه داری. اما منظورم تو ما رو نمیخورن ما تلخی. اونو تو سیرک میبرن دلقک نیست بامزه است. کارم بودم استخونی اسکیلی تر یا اشغال. اگه اشتباهی بیافتیم تیمارستان سخت‌تر از بقیه میتونه ثابت کنه سالمه. چرا بازم تو سخته میگه بازم تویی. آخه مخش نمیگه. به نظر من چرا تو انقدر مغز با اون انتخابی که داری من تو انتخاب میکنم. این اشغال عامله راست میگه. خیلی قشنگه. این هریه واقعا. منم که گفت باز من میام تعریفی کنم میگم که میخوام این اشتباهو بکنم نمیدونم این کارو میخوام بکنم خواستنی خودمه.
بودی کی از همه بیشتر طرفدار سلبریتی داره؟ خودم گرفتم خودم. سلبریتی نه، افراد معروف. کی؟ شخصیت معروفی هستید همتون، دوست دارید کی باشید؟ من سیدنی سوینی. یه شخصیت معروف میخوای باشی؟ سوینی دبیرم بودیم هم که صابون چیز کرده. اسم تینا بعد در رفته پریام مثلا که بابا داری میگی من اگه بخوام آدم معروف باشم احتمالاً کندال جنرم. کندال جنر به قول اون دختره. بابا کندال جنر باشی هیچی نمیتونی بخوری. من خودم بچه‌ها شینا شایانه. تو شریک میتونستی باشی. من کابل موبایل مانی. من شریک خیلی ببینم. من جدا اگه می‌خواستی باشی خواهر نه بیا همین انیمیشن تو کارداشیانا میتونستی باشی. نه چرا؟ با این قدر من قدشم شکیرا کوتاه باشم. الان کیم کارداشیان هم قد توه. شاید تو کوتاه‌تر هم هست. به نظرتون آقا واسه یه سوال بپرسن از شخصیت‌ها بود. نشون ندیم آدم بیشوری هستیم. 10 سال دیگه کی به نظرتون به موفقیتی که باید رسیده؟ آخه موفقیت از دید شما چیه؟ تو کارش، توی اون چیزی که تو ذهن خودش خواهم ما میدونیم مثلا کی می‌خوایم چیکار کنیم. خب میدونم اون تو شوهر کردن موفق میشه، تو کار کدومشو بگم؟ دیگه موفقیت شوهر کردن موفقیت نیست. از نظر اون زندگی تشکیل دادن و یه چیز خب موفقیت نیست، اون یه انتخابه. چی؟ اون یه سبک انتخاب یه سبک زندگیه. من در کنار موفقیت نیست. خب جفتتون 100% موفقیت کاری منظورمه. تا چند سال بعد؟ 10 سال دیگه. جفتشون آقا جفتشون تا 10 سال دیگه این کارایی کردن. مگه میشه؟ پشت کار جفت. پشت 10 سال دیگه ویدیو رو می‌بینی. اگه نازی اینجا بود من حتما نازی رو میگفتم. اگه تا اینجای ویدیومون رو دوست داشتین، کاپل ما ستا رو با هم ترکیب ما ستا رو با هم دوست داشتین که پارت 2 این ویدیو هم براتون بگیریم، حتما توی کامنت ها بهمون بگین. چی یادشون نره؟ لایک، کامنت، ساب، زنگوله رو تکون بدین. خلاصه همه اینا یادتون نره. و مرسی که تا اینجا همراهیمون کردی. یه گاف ناجور میدی و اگه سری کاری نکنی آبرو حیثیتت به باد میره. از کی کمک میگیری؟ من اینجای کار شینا اینجا مواقع یه ذره آره حواسش بیشتر مرسی جمعه. واقعا ولی من یه جا پریا بدادم خب من همجوری به داده پریا رسیدم ولی بیشتر مواقع من خودم تو از خیلی شینا منظری تره. نه حالا جدا از اون تو شرایط عجیب غریب راحت تر تصمیم میگیریم. ما یه دیوونه بازی در میاریم یا کار عجیب غریب میکنیم. بالاخره یکی زیرا به تو میزنه. کار کیه؟ میدونم زیرابمو هیچ کدومتون نمیزنید. نکن ولی دارید بزنید. اینو دارم میگم. به نظر من شما این سوالو جواب بدید. به نظرتون کی به اون یکی میزنه؟ تا ویدیوهای بعدی. بای.